از طرف شب خواب میشویم در فکر فرو می رویم که فردا عزت و آبروی کدام مسلمان را خدشه‌دار بکنیم، عزت کدام مسلمان را پایمال بکنیم. اما این را فراموش کردیم که الله سبحانه و تعالی می فرماید که ای بندگان من، این 7 طبقه آسمان ویران شود، این 7 طبقه زمین ویران شود، برداشت این را دارم، اما برداشت این را ندارم که آبروی یک مسلمان خدشه‌دار شود. الله میگه من از آبروی مسلمان دفاع میکنم. چرا؟ به خاطر که آبروی مسلمان معادل به خون مسلمان است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی است که امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان و از دستش در امن و امان باشد. اما امروز این دروغ، این غیبت، این بهتان، این عیبجویی و جاسوسی و سخنچینی به کدام سرحد رسیده؟ ای برادر، یک لحظه امرای خود فکر بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم لسان را مقدم ذکر کرده، اکثر ضرر به واسطه لسان میرسه برای مسلمان. اما رسول الله میگه ای امت من، شما دوست دارید که مسلمان کامل باشید، پس وقتی که دوست دارید که مسلمان کامل باشید زبان خود حفظ بکن، این دست خود را حفظ بکن. آبروی مسلمان خیلی ارزش دارد، عزت مسلمان خیلی ارزش دارد. فردا در صحرای قیامت به پیشگاه رب العالمین ایستاده میشویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ای صحابه من، شما مفلس را میشناسید؟ میگید بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما مفلس را میشناسیم. میگید مفلس کیست؟ میگه مفلس به نزد ما کسی است که مال نداشته باشد، درهم نداشته باشد، متاع نداشته باشد. رسول الله میفرماید مفلس حقیقی را نشناخته اید. چیست یا رسول الله؟ برای ما بگو مفلس حقیقی کیست؟ میگه مفلس حقیقی کسی است که در روز قیامت امت من بیاید، با نماز خود بیاید، با روزه خود بیاید، با حج خود بیاید، با زکات خود بیاید، اما در دنیا که بر برادر مسلمان خود ضرر رسانیده به واسطه زبان خود، به واسطه دست خود، تمامی این حسنات اینها را بگیرد برای اون شخصی که مورد ازار و اذیت قرار گرفته برای آنها داده می شود. میگه در روز قیامت مفلس حقیقی همین انسانی است که نمازش برای کسی دیگه میدهد، روزهش برای کسی دیگه میدهد، حجی که کرده باشد چقدر مناسک سختی است، این عبادت شاقه را که انجام بده ثوابش برای کسی دیگه میدهد. میگه مفلس حقیقی همین انسان هاست. روز قیامت خیلی دور است نه عزیزان من که مردی دیگه قیامتت برپا شد. خیلی جوانان را میبینیم صبح در دسترخوان همراه ما یک جا میباشد، چاشت خبر میشه این در قبرستان است، چاشت در کنار ما در مجلس ما یک جا میباشد، اما شام میبینیم در کجاست؟ در قبرشان گذاشته. مرگا زیاد شده عزیزان گرامی. پس ما باید خود حفظ بکنیم، زبان خود حفظ بکنیم، دست خود حفظ بکنیم، به هیچ عنوان برای هیچ مسلمان ضرر نرسانیم که ضرر رساندن سخت گناه بزرگی است. الله از حقوق خود تیر می شود اما از حقوق بندگان خود تیر نمی شود. پس در روز قیامت الله ذره ذره از ما پرسان می کند.